که امروز هم ارزششون خیلی گران است، یعنی قدرشناسی و محبت به عنعنه‌های سنتی و احترام به همین ورزش گشتن سنتی و برای دستگیری به واسطه پهلوانان سزاوار. حجت‌زاده بهروز و امروز هم در زمینه همکاری های ثمره بخش ریاست کار با جوانان و ورزش حکومت شهر دوشنبه امروز هم یک هیئت مکمل داوران پیش از این که یک سمینار مشورت برگزار گردید. امروز هم محبت، صداقت پهلوانان در میدان خیلی خوب تجسم می‌یابد. همین طور باید باشد. یک فرهنگ، فراست، آداب، اخلاق، این هم در زیر همون مفهومی قوه آزمایی یا گوشتنگیری نهفته است. این رو باید پهلوانان خوب تبلیغ کنند، تلقین کنند و بیشتر نشان دهند. و مانند شکر محمد، میر محمد و باز کامرانشاه یوسف پریان بسیار براستی کس را خوش میاد وقتی که بعد از سبقت قناعت میکنند، دست پیشوری میکنند، یعنی با همون هرچی هست در میدان او را دیگر جای پنهان کردن نیست. انا کامرانشاه همین خصلت و اطوارش بسیار پسند آمد. تشکر میگیم به پهلوانان معروف کشور و حالا حجت‌زاده بهروز که یک حرکت کرد. اینجا هم توجه میکنیم با سفرعلی براتوف داور درجه جمهوریوی از ناحیه جلال الدین بلخی. مرحله نهایی را اینجا حکمی دارند محمدالله میرزایف ناحیه فیض‌آباد داوری کنجی و خورشید عبیدالله‌یف استاد دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان شهری دوشنبه. سه نفر داور و همچنین سرداور، سرکاتب، باز هم دوی دیگر کارشناسی که بر رفع سبقت ها نظارت کردند، البته برای رفع همون کمبودی ها. بهزاد حجت‌زاده بهروز اینجا هم یک حرکت دیگر رو بسیار هم همین حالت های غیر چشم داشت به وقوع میپیوندند که بعد از امر داور یا از میدان بیرون پرتافت انجام داده می شود که این باعث اندک نگرانی مخلصان هم می شود. بهتر است در مرکز میدان همون عمل ها، همون مسئولیت رو خوب احساس کنند، حرکت هرچی دارند در مرکز میدان سامون دهند بهتر است. حجت‌زاده بهروز چون با حق نظر یک نیروسنجی کرد که بسیار در سطح ضروری بود، فکر میکنم سزاوارانه دست بالا گردید و بعدا به این مرحله راه یافت. و فرهاد رحمت الله افرا وقتی که خود سید مختار رسولوف شکست داد، بار دیگر ثابت کرد که این پهلوان در وزن 80 کیلو در میدان امروزه مسابقه جام پایتخت نفر تصادفی نیست. واقعا هم هر دو سزاوارند. یک پرتاف و بینید که یا یک تنبیه که اگر نتیجه نباشد میتواند ورزشگر را در همین میدان دست بالا گرداند و صاحب شاه جایزه کند. توجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در همین تنتنه عید باشکوه گشتین ملی و در روز جشن پایتخت و مصر برگزاری این چوربینی هم باز روحیه پهلوانان را دوچند و قوی‌تر می‌سازد. یک دقیقه از وقتی اساسی نیروسنجی پهلوانان بیشتر پس سر گردید. الان غالب، الان فعال رو ما معین کردن نتوانسته ایستادیم. با این کار شاید به ما داور هم البته کمک میکند. بعد از دقیقه سیوم اشاره دستی داور هست که کمی با سرعتتر سرعت افزایی نیروسنجی پهلوان بدن. بله، جهد و تلاش حجت‌زاده بهروز به سبب نبود. دریافت همون لحظه رو که برایش سازگار مساعد بود و توانست امتیاز اول رو به دست آورد. این عمل در دقیقه سیوم سامان داده شد که الکی حجت‌زاده بهروز قدم به سوی پیروزی بنهد. سید مختار رسولوف هم چون بیان کردیم که تحت راهبری ریزق‌الدین رجبوف تمرین میکند و صدرالدین عابدوف از زمره مربیان طالع بلند است که نامش هم در صحیفه تاریخ ورزش کشور بعد از سال 1975 با حرف‌های زرین درج گردیده است که چمپیون جهان را به کمال رسانید، تربیت کرد و در این زمینه حجت‌زاده بهروز توانست که باز هم تاریخ را یک صحیفه دیگر و یک صحیفه رنگین بخشد. بس هنرنمایش در مسابقات قهرمانی جهان که به دریافت مدال طلا شرفیاب گردید بعد از سید مومن رحیموف بعد از سپری گردیدن الکی 43 سال. الان تلاش سعید مختار اونقدر ثمره بخش نیست.
اما برای خواجه‌زاده این حرکت آخرینش که با موفقانه بود بدن کافی است که باز امروز هم شاهد پیروزی را چشد و از توجه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بهره‌ور گردد. برای این یک و نیم دقیقه دیگر هر دو پهلوان وقت در اختیار دارند. سعید مختار هم که پای چپش آسیب دیده است، با همین علت سعید مختار هم سال سپری گردیده در یک چند مسابقه های رسمی مملکت شرکت ورزیدن نتوانست و در آغاز سال 2019 نیست. خواجه‌زاده انتظار می شود البته که باز حریف سبقتش رو ادامه دهد. در مجموع امروز ما بسیار هم نیروسنجی پهلوانان معروف مملکت رو دیدیم در وزن جمعی 80 کیلو. پهلوانان گران وزن رو، چهره های سرشناسی گشتین ملی رو، چی در وزن تا 80 کیلو و چی در وزن گران. آگاهی به خواجه‌زاده بهروز، هر یک عمل، حرکت، هر یک کوششی که اینجا سامان داده می شود از مد نظر داوران دور نمی ماند، نوابسته از آنه که نتیجه بخش هست یا نه. سعید مختار اکنون دقیقه آخرین برایش شاید نتیجه آورد. بله، اما خواجه‌زاده در دفاع کردن، در سپری نمودن این وقت اینجا هم تجربه بهتر دارد. بسیار نفر صبور است. وقتی که دستش باز هم یک حرکتی که خیلی هم در گشتین‌های دیگر در مسابقات سطحی بین المللی خواجه‌زاده همین اصول رو هدف استفاده قرار میداد و بهترین باز همین رو عمل رو دوباره حرکتی بیرون رو خیلی خواست که با سرعت و با جرأتانه یک تاکتیکای غیر عادی هم هست که البته هنگامی بیرون کردن موازنت حریف یعنی بود طرز دیگری که باز هم در اجرای عملهای دیگر بهروز فعالتر شد. وقت، بله وقت هم انجام یافت با همان یک بدن. خواجه‌زاده بهروز برنده جام پایتخت گردید و به جایزه مکافات عالی را برای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه قدردانی شد در وزن تا 80 کیلو و این ظفر و پیروزی پهلوان شهرتیار کشور را تبریک میگوییم. و برای زینه سیوم افتخاری باز پهلوانان وزن گران به میدان می آیند. توجه میکنیم به همین یک لحظه های خیلی حساس و جالبی که اکنون باز از نتیجه سبقت 5 دقیقه همین نیروسنجی حالا مرتب گردیده است.